در یکی از شهرهای کوچک افغانستان، مردی به نام صابر هر روز کنار بازار قدیمی شهر بساط فروش بولانی داغش را پهن می‌کرد. او سالها با همان گاری ساده زندگی خود و خانواده‌اش را می‌چرخاند و همه مردم محل او را به خوش اخلاقی و زحمتکشی می‌شناختند. آن روز نیز مانند همیشه مشغول آماده کردن سفارش مشتریان بود که ناگهان چند مأمور شهرداری به همراه مسئول جدید منطقه وارد بازار شدند. مردی مغرور و تندخو که به محض دیدن گاری صابر با صدای بلند فریاد زد و گفت فوراً اینجا را ترک کن. صابر با احترام توضیح داد که سالهاست در همان گوشه کار می کند و هیچگاه مزاحم رفت و آمد مردم نشده است. اما آن مرد بدون توجه به حرفهایش ادعا کرد که دستور جمع‌آوری تمام دستفروشان صادر شده است و هیچ کس حق